سلام، من متین هستم و اینجا داستان به قلم زندگی، جایی که روایت‌های واقعی از زندگی آدم‌ها رو با هم مرور می‌کنیم. قصه هایی که از دل تجربه‌ها، احساسات و گاهی هم اتفاقات غیرمنتظره شکل گرفتن. اگه به شنیدن این داستان‌ها علاقه داری، حتما ویدیو رو لایک کن و کانال رو سابسکرایب کن تا همراه همدیگه باشیم. بریم سراغ داستان امشب. هیچ وقت فکر نمی کردم تاوان شکستن دل یه انسان اینقدر سخت باشه. 17 سالم بود که با میلاد آشنا شدم. اون روز برای خرید به فروشگاهی رفته بودم و چون روز مخصوص تخفیف اون فروشگاه بود، اونجا خیلی شلوغ بود و هرچی دنبال چرخ دستی گشتم پیدا نکردم. از اونجایی که عجله داشتم تصمیم گرفتم زودتر خریدامو انجام بدم و کم کم اونها رو به جلوی صندوق ببرم. آخه تولد برادرم بود و اون شب قرار بود براش تولد بگیریم. توی دستام پر بود و همینطور که جلوتر میرفتم خریدامو از توی قفسه ها بر می داشتم و دیگه توان برداشتن کالاهای بیشتری رو نداشتم. و همین که میخواستم به طرف صندوق برم دیدم جوونی خوشقد و بالا با چهره‌ای خوش سیما با لبخندی که روی لبهاش داشت جلوم ایستاده. لباس تنش نشون میداد که از پرسنل و کارگران اون فروشگاهه. اون جوان خودشو معرفی کرد و وسایلی که توی دستام بود و از من گرفت و به طرف صندوق برد. بعد دوباره برگشت و برای ادامه خریدهام بهم کمک کرد. اون روز خریدم که تموم شد، میلاد پشت صندوق رفت و تمام خریدهای منو حساب کرد و داخل پاکت پلاستیکی گذاشت و حتی به من اجازه نداد تا اونها رو با خودم ببرم و داخل ماشین بگذارم. پشت سرم اومد و خودش تمام خریدها رو داخل صندوق عقب ماشین گذاشت. بعد ازم خداحافظی کرد و بدون هیچ حرف اضافی به طرف فروشگاه رفت. از مرام و معرفت و پاکیش خوشم اومده بود. یه حس خوبی بهم میداد. اون شب خریدا رو به خونه بردم و مراسم به خوبی هرچه تمامتر انجام شد. چند روز بعد وقتی از دانشگاه به خونه برمیگشتم تلفنم زنگ خورد. شماره‌ای که روی گوشیم افتاده بود شماره ناشناس بود، اما وقتی گوشی رو جواب دادم صدای آشنا با هم احوال پرسی کرد. اما یادم نمی اومد که اون صدا رو کجا شنیدم و طرف مقابلم کیه. خواستم بپرسم که میلاد خودش رو معرفی کرد و تازه فهمیدم میلاد همون کارگر فروشگاه بزرگیه که ازش خرید کردم. وقتی ازش پرسیدم شماره منو از کجا آورده، بهم گفت وقتی خرید کردین برای ثبت توی سیستم شماره‌تون رو گرفتم. البته تصمیم نداشتم مزاحمتون بشم، ولی بعد از چند روز دیگه نتونستم جواب دلمو بدم و تصمیم گرفتم باهاتون تماس بگیرم. از اونجایی که منم ازش خوشم اومده بود باهاش قرار گذاشتم و قرار شد چند روز بعد توی یه کافی شاپ همدیگر رو ببینیم. بعد از دیدار اولمون من حسابی از میلاد خوشم اومده بود و دوست داشتم تا بیشتر باهاش آشنا بشم و این احساس در میلاد هم به شکل متقابل وجود داشت. این شد که ارتباط من و میلاد وارد فاز جدیدی شد. من از خانواده متوسطی بودم و خانواده میلاد هم تقریبا همسطح ما بودن. برای همین خیلی تو ارتباط با هم مشکلی نداشتیم. 6 ماه گذشته بود و من و میلاد به شکل عجیبی به هم وابسته و دلبسته شده بودیم و تمام وقت بیکاریمون رو با هم میگذروندیم. اما من هیچ وقت فکر نمی کردم که این ارتباط برای من فقط نوعی سرگرمی و دلخوشی و پر کردن اوقات فراغتم باشه. آخه تا قبل اینکه مسعود به خواستگاریم بیاد فکر می کردم یک دل نه 100 دل عاشقشم. اما همین که مسعود با اون خانواده ثروتمند و با شرایط بسیار خوبش به خواستگاری من اومد و پا توی زندگی من گذاشت، خیلی راحت از میلاد فاصله گرفتم و اونو گذاشتم کنار. میلاد که روی احساسات و حرفا و قولهای من برای زندگی مشترک و ازدواج حساب باز کرده بود، وقتی دید من با یه خواستگار پولدار به راحتی اونو کنار گذاشتم دیوونه شده بود. تماس میگرفت و پیام میداد، اما من که حالا خودم و صاحب رویاهای زندگی میدیدم و فکر میکردم با ازدواج و زندگی با مسعود به هر آنچه که توی زندگی دوست دارم میرسم، دیگه جواب تلفنشو ندادم و بلاکش کردم. اما اون دست بردار نبود و توی مسیر دنبالم میومد.
و هر وقت که تنها می شدم سعی می کرد دلیل این کارم رو بپرسه، اما من جوابی نداشتم تا بهش بدم. من انتخاب خودم رو کرده بودم و بین میلاد با وضعیت مالی ضعیف و مسعود ثروتمند مسعود رو انتخاب کرده بودم و عشق و دوست داشتن و به زباله‌دونی بی‌وفایی ریخته بودم. میلاد وقتی دید من جوابی ندارم بهش بدم بهم گفت تو عاشق من نبودی و فقط دنبال این بودی که در کنار من لحظات خوبی داشته باشی و همین که یکی بهتر از من اومد به راحتی منو کنار گذاشتی و با اون همراه شدی. باشه روزی رو ببینم که مسعود رو هم کنار گذاشتی و با یکی بهتر از مسعود همراه شدی. اما این رسم زندگی نیست. همیشه نمیتونی این کارو با آدمو بکنی. یه روزی باید جواب این کاراتو پس بدی. البته نه به من، چون من عاشق تو هستم. هر جایی که تو خوش باشی منم حالم خوبه، ولی کاری که با من کردی رو دیگه انجام نده. هیچ کس رو به دروغ به عشقت وابسته نکن و پای حرف تو عشقت بمون. من که از حرفاش ناراحت شده بودم بهش گفتم دیگه دور و برم نبینمت، که اگه باز هم مزاحمم بشی حتما به پلیس زنگ میزنم. میلاد سری تکون داد و با لبخندی تلخ روی لبش که آخرین تصویر من از میلاد بود ازم جدا شد و رفت. چند وقت بعد من با مسعود با وجود اختلاف سنی 20 ساله‌ای که داشتم ازدواج کردم و زندگی مشترکمون رو شروع کردیم. مسعود یه برادر کوچکتر از خودش داشت به نام منصور که 4 سال از من بزرگتر بود و بسیار خوش‌چهره‌تر و حتی ثروتمندتر از مسعود بود. چیزی نگذشته بود که احساس کردم منصور به من نظر داره و سعی میکنه خودش رو به من نزدیک کنه. از اونجایی که مسعود توی زندگیمون به خاطر اختلاف سنی که داشتیم منو نمیفهمید و درک نمیکرد و همیشه فکر میکردم داره نقش پدرم رو برام بازی میکنه، کم کم ازش فاصله گرفتم و سعی کردم با پولش خوش باشم. اما این خوش بودن تا یه جایی حالتو خوب میکنه، چون تازه من به وجود یک مرد که منو درک کنه و بفهمه احتیاج پیدا کرده بودم و نیازهای عاطفی و جسمی در من فوران میزد. اونجا بود که فهمیدم همه زندگی پول نیست. تو همون حال و هوا بودم که منصور سعی میکرد خودشو بهم نزدیک کنه و من سعی میکردم تا فاصله‌مو حفظ کنم. البته نه به خاطر وفاداری، بلکه به خاطر اینکه میترسیدم مسعود جریانو بفهمه و من دستم از ثروتش کوتاه بشه. چند ماهی از این داستان گذشت که یک روز وقتی برای کاری از خونه بیرون رفته بودم یهو منصور رو دیدم که ماشینشو پارک کرد و به طرفم اومد. منصور همون روز ابراز علاقه کرد و گفت تا با هم پنهانی در رابطه باشیم. بعد اون روز من و منصور مدام در نبود مسعود کنار همدیگه بودیم و اتفاقاتی افتاد که نباید میافتاد. اما من که به شدت خلأ عاطفی رو در خودم حس می کردم به سرعت بهش جذب شدم. اما جالب بود من اصلا از اون اتفاقا ناراحت نبودم و حقو به خودم می دادم. و اینجوری بود که کم کم به این نتیجه رسیدم چرا باید وقتی کسی هست که منو به این خوبی درک میکنه و از نظر مال و ثروتم بالاتر از مسعوده با مسعود بمونم و بقیه عمرمو تباه کنم. اینجوری شد که با منصور صحبت کردم. تصمیم گرفتم از مسعود جدا شم و با منصور ازدواج کنم. منصورم قبول کرد و بهم گفت هرچه سریعتر ازش جدا شو. به منصور گفتم مسعود به این راحتی که قبول نمیکنه. شاید یه مقداری طول بکشه. اما منصور گفت اون مرد تجارت و معامله است. بهش بگو کل مهریت رو میبخشی و اون فقط بیاد و برگه طلاق رو امضا کنه. همینطورم شد. نمیدونم چطور شد که مسعود هیچ مقاومتی نکرد و وقتی مهریم رو بخشیدم به راحتی با من همراهی کرد و چند ماه بعد از هم جدا شدیم. روزی که برگه طلاق رو گرفته بودم خوشحال و خندون با این تصور که تونستم مسیر زندگیمو تغییر بدم و اونجوری که دوست دارم زندگی کنم و در حالی که به خودم میبالیدم و احسنت میگفتم با منصور تماس گرفتم و اون هم با خوشحالی از این اتفاق ازم خواست تا به خونش برم تا با هم بریم محضر و عقدمون رو رسمی کنیم. خوشحال بودم که منصور مثل خودم تا این حد عجله داره و میخواد همه چی تموم بشه و کیفم کوک بود و با سرعت هرچه تمامتر به طرف خونه منصور حرکت کردم. زنگ که زدم منصور با همون زبون بازی همیشهش کلی قربون صدقم رفت و گفت چرا اینقدر دیر اومدی؟ گفتم دیگه از این سریعتر نمیتونستم بیام. منصور خندید و گفت
من یک لحظه هم نمیتونم دیگه صبر کنم. گفتم پس من دم در منتظرت میمونم. آماده شو بریم محضر. منصور گفت نه، داخل منتظرتم. بیا تا من یه دوش بگیرم بعد بریم. خوشحال و خندون وارد خونه بزرگ منصور شدم و رفتم داخل. اما همین که درو باز کردم دیدم مسعود روی مبل نشسته و منصور بعد این که درو باز کرد رفت کنارش نشست. بعد مسعود کمی منو مسخره کرد و بعد با لحنی پر از تحقیر بهم گفت با منصور چقدر میخوای زندگی کنی؟ حتما همون اندازه که بتونی یکی پولدارتر از اونو پیدا کنی. اون پسر میلاد راست میگفت. تو واقعا آدم بی‌وفایی هستی و هیچی جز پول برات اهمیت نداره. روزی که میخواستیم عقد کنیم اون پسر بیچاره اومد تا آخرین تلاششو بکنه. اما من فکر کردم چون تو رو دوست داره دروغ میگه. اما حالا میفهمم که تو چه مار خوشخط و خالی بودی و آدما رو فقط با پولشون قضاوت میکردی. بعد منصور گفت حالام گم شو از خونه ما بیرون. فکر کردی میتونی مردم رو به بازی بگیری و بعد هم روی خرابه های احساساتشون برای خودت خونه بسازی؟ اون روز فهمیدم که چه اشتباهی کردم و چه رکبی خوردم. اونا به راحتی بدون اینکه حتی پول یک سکه از مهریه 500 سکمو بدن منو از خونهشون بیرون انداختن. بعدها وقتی خونوادم این موضوع رو فهمیدن اونها هم منو ترک کردن و من تنها تونستم با پول طلاهایی که از ازدواجم برام باقی مونده بود خونه رهن کنم که بتونم اونجا زندگی کنم. بعد به سراغ آگهی‌های کار رفتم و بعد مدتی توی شرکت کار پیدا کردم و منشی اون شرکت شدم. زندگی سختی داشتم. تنهایی از همه چی سخت‌تر بود و نگاه مردهای بدتر از خودم که مثل گرگ‌های گرسنه به من نگاه می‌کردن و اگه دستشون به من می‌رسید منو تیکه پاره می‌کردن و من احساس ناامنی شدیدی توی زندگی تک نفره خودم داشتم. تا اینکه یه روز وقتی خواستم کلیدو توی در بندازم و وارد خونه بشم دیدم پاکتی زیر در افتاده. وقتی پاکتو برداشتم خط آشنای میلادو دیدم که نوشته بود با همه بیمهری و بیوفایی که کردی هنوزم عاشقتم. دوستان عزیزم، به پایان این داستان رسیدیم. اگر از این داستان خوشتون اومد حتما ویدیو رو لایک کنید و کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو فعال کنید و خوشحال میشم که نظراتتون رو در مورد این داستان در قسمت کامنت ها برام بنویسید. شاد باشید.